ما باید از دنیا بریم، هیچ کی قرار نیست تو دنیا بمانه، اما این که یک انسان با شهادت از دنیا میره و یتخذ منکم شهدا، شهادت در راه الله یک آرمان، یک آرزوست. و اسماعیل میدونه که من اگر برای خدا سر دادم به خدا چیزی ندادم، من اگر در راه او سر دادم به خودم چیزی رسیده، لسان صدقی برای خودم در تاریخ باقی میمانه و عزتی در آخرت، وگرنه رفتن که هست. دکتر شریعتی حرف قشنگی میذاره، میگه یا باید در راه آرمانها و اهدافت خون بدی و یا این که با فشار خون، قند خون، چربی خون، بالاخره با سکته با یک چیزی از دنیا میری. اما بهتر همینه که انسان در راه آرمانش از دنیا بره.